د سمنګان د لرغونو سیمو او آباداتو په اړه د نوي لیکل شوي اثر مخکتنه وشوه. خوشبختانه وافی صاحب با می اقدام کرد امی مشکل امی کمبود علمی را که به حساب معرفی ساحات باستانی و تاریخی ولایت سمنگان بود این مرفوع ساختن. در ضمن در کتاب از روش علمی بسیار خوب استفاده کردن که هم از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده و در ضمنش روش میدانی بوده که از در بعض جاها باز مصاحبه و یایی را انجام دادن که اینی هم خودش به ارزش کتاب می‌افزاید. از محترم فتح الله وافی تا به حال 7 اثر به نام‌های سخنوران معاصر سمنگان، سمنگان در ازمنه تاریخ، سیر تاریخی رسانه‌ها در سمنگان، شاعران بیدلگرای سمنگان، گلزار اندیشه مجموعه اشعار یلدایی شاعران سمنگان، اولین نگاه داستان‌های کوتاه و کتاب بناهای تاریخی و ساحات باستانی سمنگان از سال 1383 تا به حال اقبال چاپ یافته است. این کتاب در 302 صفحه با قطع رقی با تیراژ 1000 جلد در انتشارات امیری شهر کابل با سیستم شناسنامه‌ای که هر کتاب می داشته باشه بعد از گرفتن آیزبین نمبر و سیستم پیشنویسی قبل از نشر یعنی فیپا یا ملکارت که خوشبختانه در این اواخر ریاست کتابخانه‌های عامی افغانستان این موضوع روی دست گرفته تنظیم شده که بخش اول شهر ایبک، استوپه سنگی تخت رستم، کونه شهر رباطک، سم سنگی و چند محل تاریخی دیگر را البته به شمول چند زیارتگاه معروف و مشهور شامل است. په کابل کې د قطارات نور خصوصي لیسې له لوري په دري ژبه د دغه نوي لیکل شوي اثر د مخکتنې مراسم ترسره شول. په یاد مراسمو کې د هېواد د پرمختګ او په ځان بسیاینې لپاره په زده کړو او علم ټینګار وشو. روز ببینید علم و پیشرفت کشورها مبنای علمیش سنجیده میشه، یعنی مبنای دارایی ها و تجهیزات نظامی نیست که اگر یک کشوری صدها تا تانک داشت یا توپ داشت یا بم افکن داشت این رو بگوین کشور پیشرفته یا ثروت‌های مادی داشت. نه، امروز در مجامع علمی دنیا مقالات بیشتر علمی جایگاه برتر کشورها رو نشان میده. په دغه مراسمو کې د ټولنې د کلتوري بډاینې لپاره د کتاب مطالعه علم او همدارنګه د رسنیو رول ارزښتناک یاد شو او د دغه برخو د ملاتړ غوښتنه وشوه. نقش رسانه ها در معرفی پیشین کشور، القای اعتماد به نفس و توسعه یافتگی بسیار مهم است و این را هم اضافه کنیم که در میان رسانه ها امروز تلویزیون جایگاه ویژه‌ای داره. دیگر میبینیم که از اهمیت صوت کاسته میشه بر اهمیت تصویر افزوده میشه. بعد مبنای پژوهش‌ها یک تصویر تا بیشتر از 90% تأثیر داره نسبت به صدا. حالا دو نکته در مورد رسانه قابل گفتن است. یکی این که مهمترین ابزار پیشرفت کشورها امروز رسانه هست. برای هر هدفی که خواسته باشد جهان از آن میتونه استفاده کنه، استفاده مثبت، استفاده منفی. ما با آن کار نداریم. میگیم کارایی رسانه بسیار بیشتر از کارایی حتی جنگ افزارها در کشور هاست. افغانستان اگر میخواهد در منطقه و در جهان دارای جایگاه ارجمند باشه، افغانستان اگر میخواهد در پیشرفت و توسعه گام‌های اساسی برداره، افغانستان اگر میخواهد چهره مقدر این سرزمین را از رخ خود بزداید و به جانیان چهره دیگری از افغانستان نشان بده،
نیازمند توسعه یافتگی رسانه‌ای هستیم. امیدوار هستم که نسل افغانستان، روشنگر افغانستان، روشن فکر افغانستان برای امروز خود فکر کنه. یکی سلطان محمود غزنوی بود، امروز اولاداش کاسه گدایی. ننگ است به تو که نام سلطان محمود بگیری، ننگ است به تو که از تاریخ صحبت میکنی که امروز او را از دست دادی. نه تنها ننگ است که گناه بزرگ است. تو بجای که افتخار کنی، مثلا پدر من سرمایه‌دار بود، مثلا زندگی داشت، درآمد داشت، اما من امروز گدایی میکنم، برای من ننگ است که من نام پدر خود بگیرم. دا یادونه وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د بیلابیلو حکومتي ادارو او همدارنګه د خصوصي علمي مرکزونو له لوري د کتاب او مطالعې د فرهنګ د پیاوړتیا هڅې روانې شوې دي. د نویو کتابونو لیکل او چاپ همدارنګه د ګڼه ګوڼو په سیمو کې د کتابونو نندارتونونه جوړولو سره د ډیری ځوانانو علاقه له کتاب لوستلو سره زیاته کړې ده.